وزیر کارهای خارجه ازبکستان عبدالعزیز کومیلوف روز 22 اکتبر در مصاحبه با ژورنالیستان روسیه گفت مسئله اعتراف حکومت طالبان در دست بررسی قرار دارد، ولی آنها برای این باید به وعده خود جهت مبارزه با تروریسم عمل کنند. مسئله اعتراف حکومت طالبان البته در روزنامه ایستاده است. ما با اتفاقچیان و شریکان خود یکجایه به سوی این پیش میرویم و شرطهای در نزد طالبان گذاشته شده چنان جدیدند که به صورت علیحده حل و فصل کردن آنها خطرناک است. ما نمیتوانیم و همچنان وجود داشتن فعالیت‌های تروریستی یا مبارزه ناکافی به ضد آن از طرف طالبان چشم بپوشیم و آنها را اعتراف کنیم. نقل قول کرده است از رهبر اداره سیاسی خارجی ازبکستان خبرگزاری‌های روسی تاس. کومیلوف گفت تاشکند از موقع روسیه که پرزیدنتش ولادیمیر پوتین در محفل ولدای بیان کرد دستگیری میکند و نتیجه های نشست روز 20 اکتبر در مسکو پیرامون افغانستان را زمینه معتمد برای حل مسائل این کشور جنگ زده می شمارد. یادآور می شویم پوتین روز 21 اکتبر در محفل بین المللی مباحثوی ولدای از حرکت طالبان توصیف کرده که کوشش دارد تا از افراد تندرو خلاص شود. پوتین از جمله از تلاش طالبان برای فاصله گرفتن از جنگجویان داعش که آنها را او همصفان سابق طالبان نام برد مثال آورد. پوتین همچنین حرکت طالبان را حرکت مردم پشتو نامیده و گفت آنها باید با خلقهای دیگر ساکن افغانستان زبان بیابند. برای مثال آنها باید با تاجک ها زبان بیابند، چون که تاجک ها بنا به حسابهای گوناگون از 40 تا 40% اهالی افغانستان را تشکیل میدهند. آخر این خیلی زیاد است. درست است آنجا باز ازبک ها هستند، هزاره ها هستند، ولی در حکومت تشکیل کرده طالبان نمایندگان خلقهای دیگر هم هستند، ولی آنها در مقام اول نیستند، ولی این مردم در نظام اداره کشورشان مقام های مهم میخواهند. اظهار داشت ولادیمیر پوتین. روز 20 اکتبر در مسکو در نشست مخصوص افغانستان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر به اهمیت تشکیل حکومت فراگیر و از می بردن همه گونه منبع تهدید به کشورهای همسایه بخصوص به تاجیکستان که شریک استراتژی روسیه در منطقه به شمار می رود تاکید کرد و گفت طالبان باید در این مسئله زیرکی نشان بدهند. عبدالعزیز کومیلوف نیز از طالبان تفسیر کرد که با وعده عفو پیش روی فرو ریختن موج گریزه ها را گرفته توانستند. آنها را آرام کردند و گفتند که به خانه هایتان برگردید و آسوده زندگی کنید. بعد این کسی کوشش عبور مرز نمی کند. ما از اول گفتیم که گریزه ها را قبول نمی کنیم و برایشان اردوگاه نمی سازیم، گفت وزیر کارهای خارجه ازبکستان. عبدالعزیز کومیلوف نخستین وزیر خارجه و بلندترین مقام دولتی از کشورهای آسیای مرکزی بود که بعد غصب افغانستان از سوی جنگیان طالبان به کابل سفر کرده و روز 7 اکتبر با یک عده از رهبران به نام امارت اسلامی که طالبان اعلان کردند واخورد.